جدی در تمرین‌ها رفتار میکرد ولی سخنی گنده نمیزد. اینجا شاگردان، همپیشگان و هواداران اسمت عبداللهیف، پهلوان معروف و پایه‌گذار سامبو در تاجیکستان برای ویدا با او آمدند. در این مراسم از خدمت‌های او در رشد ورزش میگویند. همپیشگانش در گذشت اسمت عبداللهیف 77 ساله را تلفات بزرگ می‌دانند. یک روزی وزمین، یک روزی مصیبت به تمام ورزشگران جمهوری تاجیکستان رسید، چون که استاد مهربان ما، استاد تمام پهلوانان جمهوری تاجیکستان اکای اسمت عبداللهیف هزاران مرتبه پرچم جمهوری از ما را در مسابقه‌های داخلی و بین المللی بلند برداشتند. خداوند متعال جای معلم را جنت فردوس کند. اسمت عبداللهیف بهترین مربی تاجیکستان در عصر 20 اعتراف گشته است. همچنین سال 1975 به قطار 10 مربی بهترین اتحاد شوروی آید به سامبو داخل شده است. او زمانی نامدار شد که در همان سال شاگردش سید مومن رحیموف قهرمان جهان گردید. در دوره شوروی چمپیون شوروی شدن، چمپیون و بسیار قیم بود، برای که در اونجا 15 جمهوری و شهرهای مسکو و لنینگراد برآمد میکرد. در اونجا یکونجا گرفتن به اشتراک کردن گروه و همین خود شاگردای و به مانند سید مومن رحیموف، محمد شریف سلیمانوف، نازلو کریموف و بسیار پهلوانای نامی که در بسیار مسابقه‌های اتفاقی بین الخلقی جای اولین رو گرفتگان هستند. بعد مرگ اسمت عبداللهیف نزدیکان او کارش را ادامه می‌دهند. محمود عبداللهیف برادرزاده او دبیر کل فدراسیون سامبوی تاجیکستان و داوری درجه بین المللی است. عموما ساحه ورزش یک شخصیت را دست است که برای تاجیکستان خدمت بسیار کرده است و من برای ما چنین وضعین است که اگرچه که برادرم که باشد، دیون که برای من استاد بسیار خدمت‌های ارزنده کرد که من توانستم که با همون نصیحت و پند و با همون درس‌های ایشون من توانستم که در همین مقیاس عرصه جهانی در رشته سامبو یعنی که راه پیدا کردم و شناخته شدم. اسمت عبداللهیف پیش از مربی بودنش ورزشگری نامدار بود. او در هیئت دسته منتخب سامبوی تاجیکستان سال 1971 در اسپارتاکیاد خلق‌های اتحاد شوروی به پنجگانه بهترین ها داخل شده است. سال 2004 در مسابقه قهرمانی سامبوی جهان بین استادان به عنوان قهرمانی دست یافت. امروز شاگردانش در همه سمت‌ها فعالیت می‌کنند. برای ورزشگران یک نمونه بودند و در حقیقت بسیار ورزشگرانی که همه ورزشگران بهترین ورزشگران جمهوری تاجیکستان قریب که در نزد استاد اسمت عبداللهیف مربیگی تمرین میکردند و جایهای نمایان را گرفتند، بیرق جمهوری تاجیکستان را بلند برداشتند که این برای ما یک فخر بود که چنین مردی بزرگ در حقیقت برای گوشتین سامبو، نه تنها گوشتین سامبو و گوشتینگیری و دیگر گوشتین‌ها هم رونق می‌دادند که در حقیقت بهترین مربی بودند. اسمت عبداللهیف آرزو داشت و تا آخر عمر تلاش میکرد که سامبو بروی خط نمودهای المپی وارد شود. اخیراً کمیته بین المللی المپی فدراسیون جهانی سامبو را موقتاً اعتراف کرد و انتظار می رود که در آینده این نوع گوشتی به برنامه بازی‌های المپی داخل شود. پدیده‌ای که او دیگر نمی بیند، اما سهمش برای رسیدن به آن بزرگ است.